اجنسی مبارزه با کروپسیای تاجیکستان از اشکار نمودن 1245 جنایت در نیمساله اول سال جاری خبر داده است که از آنها 442 جنایت مربوط به فسادکاری است و بیشتر از 600 مورد جنایت‌های اقتصادی خصوصیت کروپسیونی داشته بوده است. با اطلاع این نهاد در این دوره بیشتر از 200 سنجش و تفتیش انجام داده در نتیجه زیاده از 600 میلیون سومانی زیان مالی اشکار کردند. اعلان چنین آمارها در راه مبارزه با فساد در حالی است که برخی منتقدان فعالیت این آژانسی را چندان مؤثر ارزیابی نمی‌کنند. البته که باید کمیته مبارزه بر ضد کروپسیا باید مستقل باشد و مستقلانه عمل کرده بتونه تا که کروپسیا در تاجیکستان ریشه‌کن کرده شود. وجود کروپسیا از موضوعهای داغ است که در جامعه تاجیکستان نظرها برای پیشگیری آن گوناگون است. ساکنان هم در صحبت سریراهی نظرهای خود را درباره سطح فساد و راه‌های کاهش آن ابراز داشتند. مبارزه با کروپسیا بهتر شده است. به خاطر چی؟ به خاطر که حکومت الکترونی همه چیزا با طریق غیر نقدی وزیر بیشتر عملی شده ایستاده است. به همین خاطر فکر میکنم که با مرور زمان که پورا از بین بردن شاید که غیر امکان باشه، لیکن با مرور زمان همین چیز در صورتی همه گونه خدمت رسانی ها شفاف در اینترنت جایگیر باشد، همین حالت حد امکان است که 90% همین کار سالت شود پیشگیری شود امیلای کروپسیونی. بله باید باشد. برای ایش یکدیگرش تحت نظارت میگیرن خوبتر میشوند. خیلی پراگیری کمتر میشود. دولت خودش باید که تحت نظارت بگیره. هم کارکنای خودشه. برای که کم بغل و یکم خیلی کروپسیا کار کردن نمیتونه. شفافیت بین الملل یا ترانسپرنسی اینترنشنال در رده‌بندی آخر خود از میان 180 کشور تاجیکستان را در زینه 164 قرار داده است که یکی از زینه‌های پایین‌ترین به حساب می‌رود. نمایندگان آژانسی مبارزه با کروپسیا در تاجیکستان با چنین ارزیابی راضی نبوده میگویند این سازمان درباره تاجیکستان معلوماتی کم دارد، بنابراین ارزیابی‌هایش قابل اعتراف نیست. وجود فساد در اداره‌های تاجیکستان در گذشته بارها مورد تنقید قرار گرفته است. طبق اطلاع رسمی آژانسی کروپسیا در سال 2024 بیشتر از 2000 جنایت کروپسیونی را آشکار نموده است.